نابینا و بینا یکسان نیستند، همچنان که تاریکی و نور یکسان نمی باشند. سایه و باد داغ و سوزان نیز یکسان نیستند. مردگان نیز با زندگان یکسان نمی باشند. بدان خداوند می تواند سخن خود را به گوش هر کس که بخواهد برساند، حالان که تو نمی توانی سخن خود را به آنها که در قبرها به سر میبرند برسانی. تو فقط هشدار دهنده ای. ما تو را به حق به عنوان یک بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستاده ایم، همچنان که هیچ ملتی بدون هشدار دهنده نبوده است. و اگر حقانیت تو را تکذیب می کنند، بدان که پیامبران قبل از تو را نیز تکذیب کردند. پیامبرانشان با دلایل روشن و با نوشته ها و کتابی روشنگر به سراغشان آمده بودند. سرانجام کسانی که حقایق را انکار کردند به عذابی فرو گرفتند. تصور کن مجازات من چگونه بود.